جدا شدن سارا سرور دختر خانم انگامه از نامزدش و مریضی این دختر خانم در کشور کانادا. دختر خانم انگامه مریضی ناعلاج برایش پیش شده است. این دختر خانم اکنون وضعیت صحیش چگونه است، در کدام شفاخانه بستری است و گریه های مادرش که اصلا باور نخواهید کرد. من در این ویدیو پیرامون حقایق این ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوزاران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. برای حمایت هرچه بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. سارا سرور دختر خانم انگامه یکی از هنرمندان جوان با استعداد، پرتلاش و موفق افغان که در میان مردم افغانستان علاقمندان و دوستداران خاص خودش را داشته است. این دختر خانم از سن نوجوانی علاقه فراوانی که به هنر موسیقی داشت توانست در مدت خیلی کوتاه شهرت و محبوبیت خوبی برای خودش کسب کند. در یک خانواده هنرمند دیده به جهان گشود و علم هنر موسیقی را از مادر و پدر بزرگوارش آموخت. کارهای هنر موسیقی سارا سرور بارها مورد حمایت گسترده افغانها و جامعه هنری افغانستان قرار می‌گرفت. این دختر خانم جوان و با استعداد افغان یک مدت می شود که کاملا از راه هنر موسیقیش به دور بوده است، دیگر آهنگ جدید نسرود. این همه در حالی است که سارا سرور با یک پسر ترک 3 سال قبل نامزد شد. نامزدی و خیلی با شکوه برگزار شد، اما تازه به گفته دوستان و اقارب سارا سرور این دختر خانم از نامزدش جدا شده است و در حالت بد روحی و روانی در شفاخانه بزرگ در کانادا بستری است. تا کنون از وضعیت صحی این دختر خانم جزئیات بیشتر در دست نیست، ولی من آرزوی شفایاب شدن هرچی عاجل برای سارا سرور از بارگاه عزت الله ازال تمنا دارم. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان سارا سرور به اشتراک بگذارید. اگر دوست دارید عضو کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر تک تک از شما نازنینان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو را به الله منان امانت گذاشتم. موفق کامیاب باشید.